اگه میخواین بیاین عمان چیزی لازم ندارید به جز پاسپورت و ویزاتون. ویزای 14 روزه هست که اونو توی فرودگاه عمان میتونید تهیه کنید. ویزای 1 ماه هم باز میتونید توی فرودگاه عمان تهیه کنید که با مبلغ 20 ریال عمانی هست. ویزای 1 ماه با قابلیت 2 بار تمدید دارید که ماه بعد میتونید برید فرودگاه با مبلغ همون 20 ریال تمدید کنید و یا به دفتر مهاجرتی ها مراجعه کنید و با مبلغ 25 ریال براتون میتونن تمدید کنن. توی عمان هیچ گونه دفتر کاریابی وجود نداره. پس اونی که میاد بهتون میگه 50 میلیون 100 میلیون میگیرم و بهتون کار میدم همش دروغه. کلاهبرداریه، باور نکنید. و یه چیز دیگه، توی عمان کار پیدا کردن واقعا سخته. پس فکر نکنید میایین اینجا و میتونید به راحتی کار پیدا کنید. به این موضوع دقت کنید که زمانی که میخواید بیاید عمان حتما یه کار فنی بلد باشید. چون اینجا یه سری از شغلا رو اصلا به ایرانیان نمیدن.